معلوماتان عزیزم انشالله که خوب باشید. امروز کجا میریم؟ امروز بریم که بستد و مطوفه بخریم چون که صبح روز معلم هست. بیاین که بریم. حالا آمدیم مارکت که بستد و مطوفه بخریم و وقتا زیاد سرکای مارکت خوب بود و حالا جور میکنن اینجا رو جور میکنن اینجا حالا خراب. هر وقت باز بخیر جور شد با یک گلاگک جدید برتان میگیریم. یک گلاک جدید هر وقت که جور شد باز از این یک گلاکای نگاه میگیریم. آخو بریم. حالا ایران مانده که چی با استاد چی بگیریم؟ حالا ایران مانده که با استاد چی بگیریم؟ نمیفهمیم که چی بگیریم. مال مارکت هم خراب کردن دیگه. تمام دکانا از کوچه خود یعنی به دیگه جای منتقل شدن تا بریم کوچه را خوب ببینیم که کوچه هر کوچه در کدام جای رفته. حالا یک فکر در سر از این نمیه که با استاد خود چی بگیره. چی خوش داره استاد؟ میدونم که چی بگیرم. اما میریم خوب کوچه را میگردیم هر چیز که خوشم آمد تا این آخرش میریم با یک دم شخ میشه میریم چی مثلا بخریم با استادت؟ چپن. چی یک مفکوری بزن که بریم. چی بگیریم؟ با خودم چی بگیریم؟ تنها با استاد تو چیز نبگیریم؟ دادا رفت بریدا. الو خانه را پر کردی از قیچک با خدای نه. دوستو خیلی گفت که بریم چپن میگیریم. حالا ما بریم در رسان که چپن بگیره با استاد خود ببینیم چی را خوش میکنه. سکتر به تمام چپن اینجا از سالت خب برقام رفت. ببین اینجا چپن زیاد است. باش که ما ببینم چپن را بیا تا بینی چه خواستنش پر از اینی برای استادت بگیر. چقدر خوب است. نه از اینی رنگش استادم داره. از این داره یا خود میشه وقتی با من مودش نیست. از اینی میگیرم. نه یالا چی بلاست نگیزی. نه خوبش است. من با استاد خودم میگیرم تو با استاد خودت بگیری. نه این کنیش خوبش. نه یالا خوبش نیست نگیر. من با استاد خودم. همین با استاد سعید. آره. این استاد جان شاگردت برات یک توفیق محترم خرید برای دیگه قدر درجات داره دخترک. ماشاءالله خدا کنه اندی درخشان از دستت فارغ شد. یعنی هم از طرف این دخترک ناس با استاد و کندش. این بگی بخیر کنه استاد. تشکر. بلش. حالا آمدم که چبی بخرم به خاطر صبحم روز مدام است. این سای پیچ تور است. خوش نیست همی؟ خوش آمده؟ سایسته. آمدیم که اینجا جلغوزه بخریم. جلغوزه کلم یک کار جلغوزه گرفتی بخطوط در تایبه سر جلغوزه رفته بود. خوب کنان مزدار بالا میشه. یک دونه کیله رو میخوام. خدا سلام دوستان عزیز، صبحتان بخیر. حالا صبح شده و آمدیم که بخاطر ساسج آماده کنم چون که چی؟ بخاطر که در قرآن کریم بر من ساسج برآمد
اگر جانی بود ولی پول میگفت مرا ایت نمیمون که گپ بزنم. خب بیاییم که سازت ما را پخته کنیم. ما چند یا رو پوست کردیم و یا دنیش موندیم پوست میکنیم. پوست کردن هم اقا سختی داره. یک سبیهی تو که این اقا یکش کنده شد و اقا مخ کنده نمیکنم بزرگ اقا زیاد کنده میکنم. با اون شما میگیرم که همین خراب نشه که باز خراب میره یا باز کنه گیرش خرد نزنه. تخم پوست کردن هم اقا سختی داره. مام دیگه مجبور هستم که خرد بکنم. وقتی دواخل میمونه من نقل میکنم. باشتی که من این پوستکای دفعه کشه بکنم. اینو ما پوست کردن نمه. خب باشتی که اینو در جنگلی پرتیم. باز خب یه دونه ازی خریدیم به خاطر که تخمه رو تایش انتباریم. میلا کشن هاگرن حالا چند تا بادرنگا رو دیگه میمونیم. باز از پیشش تخمه رو میمونیم. من زیاد تخمه رو خوش دارم و یک روز شد که مادرم هر روز برای من تخم پخته میکرد. وقتی که تخم پخته میکرد من غیر مادرم میگفتم مادر برای من هر روز تخم پخته کن. باز مادرم برای من هر روز تخم پخته میکرد. از اون خاطر آل یکم دلم زد. آل بیخی دیگه خشم اومد تا مالی که دیدمش. یک روز بیخی مادرم جمع کردم گفتم مادر جان چرا مادر خیر برای من تخم پخته میکنی؟ باز مادرم مرا گفت تخم میگی هر روز برای من تخم پخته کن. باز من گفتم خو خیر سعید باز برای من تخم نکن پخته نکن. حالا که خشم اومد دیگه یکی بوش سرم خوش خورد تو که منظم بشینم. او خراب شد. خیره تو میمونم کس نمیبینش. خب دوستای عزیز حالا اگر این رو بخورم مادرم جنگل میکنم یا کلش خلاص کردی. باز اون تو بیشتی که کمی رئیس بونم این حال بیخی مقبول شد. چطور مقبول شد؟ ساسیچم در نوبای میفرتین روید. خب دوستای عزیز حالا اینجا روغن است اونجا ساسیچ است. به خاطر چی پخته نمیکنی؟ به خاطری که اگر ما اینا پخته کنیم این سرد میشه و ما که کلای ما بپوشم دیگه دیر میشه. کلای من بپوشم من دیگه دیر میکنم. اما میکنم. پدر آماده شد. اما میخوایم برم مکتب. زیاد هیجانی هستم. دوستان عزیز سلام برتان میتونم. مرا خواب مانده بود یک بارم سلام نکرد که من چیزای آماده میکنم. کلش همراه مادرم آماده کرد. اساسش برتان فیلم نگرفتیم به خاطر واقعا که خیلی دیر ما شده. حالا میریم بخیر طرف مکتب. باز به اوج برتان یک بلاگ جدید میگیم. پس شوانه دیرم بیرون Ostana!
گفتن به تا مصروف بوده تا به حاله انشالله که از برنامه ما لذت برده باشین و لایک و سابسکرایب یادتان نره. الله حافظ، نگهدارتان. انشالله که تا برنامه بعد